بیشتر آرامش بگیرید. وقتی در کنار همدیگه قرار گرفتید و خطبه زیبای عقد خونده شد، نرم افزار عشق خدا نصب میکنه و جعل بینکم مودة و رحمه. خداوند بین اینها مودت و رحمت قرار میده. اومد محضر پیامبر الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، گفت یا نبی الله، برای من این سواله که یه دختری و پسری با هم دیگه میرسن، عقد میکنن، زن و شوهر میشن، چنان به هم دیگه علاقه دارن گویا این که اینا مدت هاست هم دیگه رو میدیدن و میخواستن. چگونه همچین اتفاقی میفته؟ اینقدر علاقه شدید. وجود نازنین پیامبر الهی این قسمت از این آیه رو تلاوت فرمودن و جعل بینکم مودة و رحمه. خداوند که نرم افزار عشق و بین این زن و مرد جاری میکنه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این اتفاق یه نشانه است بر اونایی که اهل فکرند. ببینن که این اتفاق یعنی تشکیل خانواده و در کنار هم دیگه به آرامش رسیدن یکی از آیات الهی است. خب من از این میگذرم، امروز چند قدم رو برمیدارم و این قدم ها رو مقدمه‌ای میدانم برای تشکیل زندگی موفق. اولین قدم اینه که زن و مرد و بچه‌هایی که تو خونه هستن خودشون رو جدا به عنوان یک انسان و مقام انسانیت قبول کنن. یه بار دیگه بگم، ببینید بحث امشب من میخوام رو مقام و قدرت تک تک اعضای خانواده باشد. زن جدا، مرد جدا، بچه‌ها تو این فضای زندگی جدا. هر کدومشون به تنهایی مخلوق الهی هستند و هر کدومشون به تنهایی باید وظیفه بندگی خودشونو ببرن جلو. تنها رو دارم میگم و بعد قدم بعد کلمه اشتراک هم به کار میبرم و مخصوصا رو این دوتا کلمه امشب میخوایم وقت بذاریم. یکی مقام تنهای خود شخص، دوم اشتراکشون با هم دیگه. خداوند به هر کدوم از انسانهایی که خلق کرده رو کره زمین به عنوان انسان بودن قدرت داده. انسان انقدر مقامش بالاست. تمام حواستون این چند لحظه به من بدید. این چند لحظه که من میخوام خدمت شما در خصوص مقام انسان بگم، همین چند لحظه دنیای مطلب درش وجود داره. انقدر مقام انسان بالاست که وقتی خداوند آدم رو خلق کرد، من میگم شما کامل کنید، به تمام ملائک دستور داد در مقابل انسان بگید سجده کنن. یعنی آدم مسجود ملائکه است. بریم یه قدم جلوتر. خداوند عالی اعلی در قرآن اینگونه مقام انسان رو معرفی میکنه که وسخر لکم الشمس، خورشید رو مسخر تو قرار دادم، ماه مال توست، اقیانوس ها و دریاها در اختیار توست، تمام عالم رو ای انسان برای تو خلق کردم. من میگم شما کاملش کنید. ابر و باد و مه تا تنانی به کفاری و به غفلت، همه اینا دارن کار میکنن که ای انسان تو رو کره زمین زیبا زندگی کنی. الله اکبر از این جمله مال بزرگان است. من یه جایی دیدم که این جمله نقل از آیت الله بهجت بوده. هوشیار باش خلقت عالم ز بهر توست، هر آنچه غیر از خدا خواهی شکست توست. حدیث قدسی اینه، ای بشر همه عالم رو واسه تو خلق کردم، تو رو واسه خودم. همه عالم رو واسه تو خلق کردم، تو رو واسه خودم. مقام انسان فوق‌العاده بالاست. این مقام کجا معنا پیدا میکنه؟ موقعی که این امکانات رو ما در بندگی خدا استفاده کنیم. اگر این امکانات در بندگی خدا استفاده بشه، ما روز به روز اوج میگیریم. اگر همین امکانات رو یه نفر برخلاف دستورات الهی انجام بده، نه تنها اوج نمیگیرد، باز من میگم شما کامل کنید، بلکه قرآن اینگونه بهش میگه اولئک کالانعام، بقیه‌اش شما بگید بل هم، همین انسانه با همین قدرتی که داره اگر تو مسیر بندگی قرار بگیرین اینگونه می شود. لقد کرمنا بنی آدم، اکرام کردیم بنی آدم رو. همین توانمندی انسانیتش رو تو گناه و لجبازی با دستورات الهی سپری کنه. اولئک کالانعام بل هم اضل. لذا اولین قدمی رو که امشب من برداشتم این بود که ای زن و ای مرد، ای فرزندانی که در خانه هستید، هر کدوم شما مقام شما در میزان بندگی شماست به خداوند.
لذا یک آیه قرآن هم داریم که میگه نه زن برتر نه مرد، نه سفید برتر نه سیاه، نه عرب و عجم و نمیدونم اروپا و آسیا، برتری به هیچی نیست، حتی به مدرک تحصیلی و آیت الله بودن و نبودن هم نیست، بلکه برتری به آیش هم بگید ان اکرمکم عند الله، مقام انسانیت به میزان تقواشه. تقوا رو من قبل از عید یه اشاره کوچیک، قبل از ماه مبارک یه اشاره کوچیکی بهش کردم، گفتم تقوا رو به دو شاخه تقسیمش کنید، یک انجام واجبات، دو ترک محرمات. لذا تو چرا اینو داریم میگی؟ به خاطر اینکه این مال قبل از ازدواج، وقتی یه نفری ورود به ازدواج پیدا میکنه مسئولیتاشو نندازه رو شونه یکی بعدی، هر کدومش به تنها، هر کدوم از اعضای خانواده به تنهایی مقام و قدرتی دارن. من اینا رو تو 3 تا قسمت تقسیم کردم. اینجا دیگه شما میبینید قسمت اول چیست؟ بگید اولین قدرت، دومین قدرت و سومین قدرت. این خیلی مهم شد. ای انسانایی که رو کره زمین هستید، بدانید که تفاوت شما با سایر موجودات یکیش در قدرت تعقل شماست. ای انسان تو قدرت تفکر و تعقل داری، میتوانی با اندیشیدن بهترین مدل زندگی رو برای خودت انتخاب کنی. انسان ها تنها موجوداتی هستن که میتونن فکر کنند که به چه چیزی دارن فکر میکنن که چگونه فکرشون عوض کنن، فکر کنن که به چه چیزی فکر میکنن، بعد فکر کنن که درباره چی دارن به این موضوع فکر میکنن. این تنها موجود این انسانی که اینجوریست. یعنی ما قدرت تعقل داریم، میتونی فکر کنی که مسیر زندگی من کجاست، برای آیندت برنامه ریزی کنی. تو پرانتز بگم عصری که ما داریم در این زندگی میکنیم، یعنی در این دوره آخر و زمان، در این عصری که فعلا ما داریم زندگی میکنیم در قرن 21، یکی از چیزهایی که فوق العاده مظلوم واقع شده همین قدرت تعقله. مردم به جای عقل دنبال چی میرند؟ دنبال نفسانیات. نفسم چی گفته؟ عشقم کشیده، حال کردم. عقل کاری نداره. من بعضی وقتا به دانشجوها شوخی بهشون میکنم، میگم بعضی شما خیلی باحالید. بعضی از افراد تو این قرن وقتی بمیرن تازه تو قبر این نکیر و منکر پلاستیکی که باز میکنن، یکی دیگه از پلاستیکایی که باز میکنن پلاستیک عقلشون رو باز میکنن. این مغزه رو دست نخورده آوردش تا اینجا گذاشته، آک باقی مونده، ازش اصلا استفاده نکرده. صاف تو تصمیم‌گیری‌های مهم زندگی. گفتم یه زمانی خدمتتون یه پسری اومده بود برای پیش از ازدواج، تو تلگرام عاشق شده بود، حالا طرفم تو شهرستان، اینم اینجا. اونم اصلا شرایط اجتماعی و فرهنگی نمیخورد. میگم که این دختره مادرت قبولش داره؟ میگه ابدا. میگم خودت از لحاظ اعتقادی با هم دیگه سنخیت دارید؟ میگه اصلا خیلی این وضعش خرابه. تو همین مدت یه عالمه عکس سلفی برای من فرستاده. میگم فردا اگر صاحب فرزند شدید، این میدونه مادر خوبی برای بچت باشه، مثلا یه دختر خوبی تربیت کنه، که اصلا نمیتونه دختر تربیت کنه، اگر مثل خودشان تربیت کنه که اصلا نمیخوامش. میگم فرهنگتون با هم دیگه میخونه؟ میگه نه. میگم از لحاظ اجتماعی با هم دیگه خوبید؟ میگه نه. میگم آقا بچه‌ها اومدی جای من؟ میگه خب میخوامش. یعنی عقل کار نمیکنه. انسان قدرت تعقل دارد. در خانواده آن چیزی که باعث میشه خانواده رشد کنه اینه که ما بر اساس قاعده عقل زندگی کنیم، تصمیمای خوشگلی بگیریم. وقتی تصمیم خوشگل گرفتیم بیایم قدم دوم، تفکر زیبایی بکنیم، بیایم قدم دوم، تصمیمات قشنگی بگیریم. اینجا من میخوام یه مکسی بکنم. اینجا همون جایی است که پروردگار عالی اعلی اختیار رو در نعمتی است که در اختیار انسان قرار داده. قدرت اختیار. انسان اختیار دارد ماه رمضان روزه بگیرد یا روزه نگیرد. اختیار دست شماست. صبح بلند شدی نماز بخون، نماز نخون، اختیار دست شماست. پوششی باشد که خداوند دستور داده یا لجبازی کنی، اختیار در دست شماست. خداوند قدرت عقل رو قرار داده، از این ورم اختیار قرار داده. یه نکته ظریف‌تر هم من بهتون بگم ولی امشب بهش نمیپردازم. میشه احتمالاً اون نیمه دوم ماه مبارک رمضان میخوام به این موضوع بیشتر بپردازم. قدرت عقل داری، قدرت اختیار داری، یادت باشه که در کنارش نفس اماره هم داری، در کنارش وسوسه شیطان هم داری. باید مراقب باشی.
از اختیارت و عقل استفاده کنی، بهترین تصمیم‌ها رو بگیری. لذا قسمت دوم صحبت من اینجا شروع میشه. شرطش یه صلوات بر محمد و آل محمد است. چون قدرت تصمیم داریم تو زندگی ما بن‌بست وجود ندارد. ما تو زندگی بن‌بست نداریم. شما قدرت تصمیم دارید. خانمی که ازدواج کردی و ورود به زندگی پیدا کردی، دختر خانمی که هنوز مجردی و تصمیم داری که بعداً ازدواج کنی، آیی که زمانی مجرد بودی و الان ازدواج کردی و متأهل شدی یا در دوره تجردی، قدرت تصمیم داری برای زندگی خودت. فقط یادت باشه که وقتی متأهل شدی دیگه اجازه نداری برای فرد خودت تصمیم بگیری. باید وقتی تصمیم میگیری خانوادت هم مد نظر داشته باشی. یعنی چی؟ یه بار دیگه بگم. وقتی یه نفر ازدواج میکند تصمیم او فقط به خود او ربط ندارد. مثال میزنم. من یه لباسی میپوشم تو دوره مجردی، من دوره مجردیمه، الان متأهل شدم دیگه، لباس من فقط آبروی من نیست، خانومم هم اینجا کنارم مهمه، بچه‌م هم مهمه. چقدر بچه‌ها هستن که به پدرشون میگن تو خدا اینجوری لباس نپوش، آبرو ما رو میبری. یعنی بابا لباس پوشیدن تو به آبروی بچه‌ت هم ارتباط دارد. مهم شد دیگه. آره. این آدمایی که بعضی وقتا خدایی نکرده درگیر اعتیاد میشن و مواد مخدر، سیگار میکشه، الان مد شده تفریح، قیلون میکشن، تفریحی. شما هیچ آدم عاقلی رو سراغ ندارید که بله باری ساختمون 4 طبقه بیسته بعد بگی میخوام تفریحی با کله بندازم خودمو زمین. میخندید بهش. آدم عاقل تفریح خودش با کله نمیندازه زمین. یعنی آدم عاقل به خودش صدمه آره نمیزنه. آدم عاقل قیلون نمیکشه، دنبال سیگار نمیره، به خودت صدمه نمیزنی. حالا من دارم بحث خانواده میکنم، کار ندارم. قبلا آماری که من داشتم این بود که هر قیلون 40 برابر سیگار صدمه میزنه. جدیداً آماری که من دیدم یه جایی اعلام کرده بود که هر قیلون 100 برابر سیگار صدمه میزنه. هر قیلون 100 برابر سیگار. میگن که 2 تا قیلونی به هم دیگه رسیدن. یکیشون گفت دیشب شنیدی اخبار چی گفت؟ گفتش که اخبار دیروز اعلام کرد که هر قیلون 100 برابر سیگار صدمه میزنه. بیا با هم دیگه جداً تصمیم بگیریم دیگه اخبار گوش ندیم. اعتیاد ایجاد میکنه برات دیگه. حالا این که من میخوام بگم اینه، شمایی که داری این قیلون و سیگار رو مصرف میکنی دیگه تو نمیتونی بگی دلم میخواد. یعنی چی نمیتونی بگی؟ به خاطر اینکه این ریه، این شوشا مال تو نیست، مال بچت هم هست. تو فردا سرطانی بگیری، بیفتی، از کار افتاده بشی، این دختر و پسر و این زنم تو اذیت کردی. نمیتونی بگی دلم میخواد. زندگی مشترک است، تو تنها نیستی. چرا من به شما دختر خوب، دخترهایی که تدین داره، دختر قانعی است تو زندگی، نجیبه، من بهتون سراغ بدم که میگه خواستگار میاد، تا یه مراحلی هم ما میریم جلو، تا چشش به پدرم میفته که اعتیاد دیگه تو چهره یور آشکار شده، برمیگردن میرن دیگه پشت سرشون نگاه نمیکنن. کسایی هم که منو با این پدرم قبول کنم، من اینا رو باز قبول ندارم. یعنی این دختر به خاطر اعتیاد پدرش سالهاست تو خونه مونده. این بابای معتاد نمیتونه بگه دلم میخواد. تو نمیتونی اینو بگی. این زندگی مشترک است. اشتراک ما تو زندگی داریم. دلم میخواد تا ساعت 2 شب بشینم فیلم نگاه کنم. تو دیگه نمیتونی بگی دلم میخواد. یه بچه‌م هست از تو الگو میگیره. دلم میخواد تو تلگرام مدام کلم تو تلگرام باشه. نمیتونی اینو بگی. یه بچه‌م داری که برای تو داره الگو میگیره. ما تو زندگی چیزی به نام دلم میخواد نداریم. زندگی مشترک است. هر تصمیمی که بگیریم به بقیه اعضای خانواده هم صدمه میزنه. یه کتابی ما داریم توی خانواده درمانی به نام نظریه سیستمی. ساعت دست من نگاه کنید. تو این نظریه اینگونه این نظریه چیده شده. همونطور که ساعت یه سیستمه و تمام اجزای این باید درست با هم دیگه کار کنن تا این ساعت شروع کنه به کار کردن، خانواده هم یه سیستمه. اگر تو این ساعت یه چرخدنده خراب بشه، ساعت از کار میسته. خانواده هم یه سیستمه. یعنی چی؟ یعنی مرد باید وظیفه‌شو درست انجام بده، زن باید وظیفه‌شو درست انجام بده، بچه‌ها باید وظیفه‌شون درست انجام بدن، حتی خانواده‌های دو طرف باید وظیفه‌شون درست انجام بدن تا چرخ زندگی درست بچرخه. یکی این وسط خراب کار کنه، چرخ زندگی دچار مشکل میشه. پدرایی که خودشونو تو تربیت میکشن کنار، تربیت فرزند دچار مشکل میشه.
تولد تا 3 سالگی مهمترین سن تربیت بچه است. پدری که بیخیال بشه، به مادری که دقت نکنن، تربیت رو دچار مشکل کردن. لذا دومین قدم ما امشب اینه تصمیمات قشنگ برای زندگی. اگر این دختر تا قبل از اینه که ازدواج کنه تو خونه مادرش تا ساعت 11 میگرفت میخوابید، هرچی هم مادره جز و پر میزد دختر پاشو کمکم کن، آشپزی بکن، آشپزخونه رو تمیزی بکن، بهانه می آورد که درس دارم و الان امتحانات میان ترم است و پایان ترم، تنبلی میکرد. الان که ازدواج کرده اومده خونه خودش، این بهانه ها دیگه قبول نیست، باید تصمیم بگیرد عوض شود. اگه مردی تا دیروز تو خونش بود، مجرد بود، باباش مادرش میگفتن بیا بریم مهمونی، پسره میگفت من نمیام، حال نکردم با شما بیام، شما تنها برید. الان که این آقا شده متأهل، نمیتونه زنشو تنها بفرسته مهمونی. زنه یه بار تنها میره، 2 بار میره، 3 بار میره، بعد میپرسن نکنه تو با شوهرت مشکل داری؟ چی شوهرت نمیاد؟ وقتی که متأهل شدی باید روال زندگی تو تغییر بدی. این مرد باید تغییر کنه، زنم باید تغییر کنه، باید تصمیمات قشنگی بگیریم. ما تو ستاد ازدواج دانشجوی مجری خیلی خوبی داریم. وقتی این بحث رو معمولا ما اونجا مطرح میکنیم برای دانشجویان، میرسیم به آقایون، ایشون یه جمله خوبی میگه که مردها عزیزند و بوسیدنی. اگر چه دیدید این مرد کلش تو گوشی است، بازم این مرد بوسیدنی است. اگر که باهاش صحبت میکنید کلش مدام توی تلویزیونه، این مرد بوسیدنی است. اگر اخلاق نداره با بچه‌ها برخورد کنه، این مرد بوسیدنی است. اگر که ارتباطش با خانواده همسر ضعیفه، این مرد بوسیدنی است. اگر ابراز محبت کردن بلد نیست، این مرد بوسیدنی است. اگر وقتی باهاش داری حرف میزنی مدام کلش این ور اون ور بهنده، این مرد بوسیدنی است. بعد بوسید گذاشتش کنار، مرد نیست. باید تصمیم بگیره، این وارد زندگی شده دیگه، مرد یک زندگی است. باید بچه‌ها به او تکیه کنن، باید همسر به او تکیه کنه. هنوز خودش یاد نگرفته تصمیم برای زندگی چیکار کنه. گام دوم ما این شد باید تصمیمات قشنگی برای زندگیمون بگیریم. تصمیم بگیریم که حالا که عرصه زندگی رو شروع کردیم، یک سری از خلقیات بد رو از خودمون دور کنیم، یک سری از صفات زیبا رو در وجود خودمون جاری کنیم و انجامش بدیم. حالا برای آقایون گفتیم، بذارید بگیم واقعیت آقایون رو. مرد واقعی کسی است که با اینی که خسته است از سر کار اومده، به خانمش بگی خانم آماده شو بریم بیرون برات لباس بخرم، من نبینم که تو برای مهمونی لباس تکراری بپوشی. برگرفته از کتاب شتر در خواب بیند پنبه دانه، نگران نباشی. گام بعدی گام تغییر است. حالا که شروع کردیم زندگی رو باید تغییر کنیم. قدرت تغییر. من برای قدرت تغییر بارها بهتون عرض کردم 4 تا گام رو ما برمی‌داریم. 1، همه ما قادر به تغییر هستیم. تمام کسانی که الان تو این جلسه نشستن بعداً این فایل رو میبینن و گوش میکنن فایل صوتیشو، این قانون رو یادشون باشه، هیچ کس اجازه ندارد بگوید من همینی که هستم. بعضی که عادت بدی کردن میگه من همینی که هستم. این غلطه. یعنی چی؟ انسان قدرت تغییر دارد. هر کس هر کجا که هست باید این را بپذیرد، من میتوانم از اینی که هستم بهتر بشم، رو به رشد برم. از چرا پیغمبران اومدن؟ بخاطر اینکه ما تغییر کنیم. اصلا آمدن پیغمبران برای تغییر بوده. چرا قرآن اومده؟ بخاطر اینکه ما تغییر کنیم. چرا نمازه؟ بخاطر اینکه ما رو به رشد داشته باشیم. ماه مبارک رمضان واسه چیست؟ واسه که صفات اشتباه و غلطمون رو، رفتارهای نامناسبمون رو، گناهمون رو بذاریم کنار، رفتارهای جدید تو زندگیمون شروع کنیم. یعنی تغییر. اصلا صریحا این روایت رو از امام صادق علیه السلام داریم. حضرت مردم رو به 3 گروه تقسیم میکنه. 1، کسانی که امروزشون بدتر از دیروزشونه، کسانی که امروزشون مساوی با دیروزشونه، کسانی که امروزشون بهتر از دیروزشونه. خب ببینید اینا کیان؟ کسی که امروزش مساوی با دیروزش ضرر کرده، یعنی یه 24 ساعت گذشت هیچ تغییر و بهبودی تو زندگیش حاصل نشد، نمازش رشد نکرد، اخلاقیاتش رشد نکرد، تو موضوعات عبادی و معنوی رشد نکرده، تو کارش رشد نکرده، تو ارتباط با فرزندش و همسرش رشد نکرده، درجا زده. این آدم ضرر کرده. یک روزش گذشت، سرمایه روزشو داد، رشد نکرد. کسی که امروزش بدتر از دیروزشه، حضرت میفهمن مرگ این بهتر از زندگی است، بمیره بهتره. این ضرر کرده.
گام سوم کسانی هستند که امروزشون بهتر از دیروزشونه، رشد کردن. یعنی قانون تغییر، همه ما قادر به تغییر هستیم. هیچکی در این جمعی که اینجا نشسته اجازه نداره بگه من همینی که هستم. آخه بعضیا بد اخلاقه تو خونه، برای این آدم بد اخلاق با زن و بچهش بد اخلاقه، با بچه‌ها بد اخلاقه، تو محیط اجتماع بد اخلاقه، تو رانندگی آدم عجیب غریبی است. بعد میگین چه اینجوری؟ میگه خب بابام هم اینجوری بوده. میگه خب به تو چه؟ میگه نه دیگه بابام، ما اصلا داییم هم اینجوری بوده، از بابا بزرگم هم شنیدم اونم اینجوری بوده. خب حالا باشه، به تو چه؟ تو تغییر کن. میدونی آدم یاد کی میفته؟ یاد مشرکین. حالا مثال چیکار کنم ببینید، یاد مشرکین زمان پیامبر بهشون میگفت بگید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بت نبرسید خدا. میگفتن پدرامون میپرستیدن، باباهامون و اینا، اجدادمون ما تا یادمون میاد. خب اونا بیخود میپرستیدن، شما نپرستید. اونا کارشون اشتباه بوده، شما تغییر کنید. همه ما قادر به تغییر هستیم. یک. دو، همه ما نیاز به تغییر داریم. ما نیاز داریم تغییر کنیم. اینی که هستیم کافی نیست. تو نمازت اخلاص داری؟ کمه، باید پیشرفت کنی. تو ماه مبارک رمضان داری قرآن میخونی؟ کمه، باید بیشتر بخونی. اخلاقیاتت خوبه؟ این اخلاقیات کمه، با رشد بده. انصافتو رشد بده، گذشتتو رشد بده، اخلاصتو رشد بده، رشد کن. همه ما نیاز به تغییر داریم. گزینه سوم، تغییر رو باید از خودمون شروع کنیم. این هم یه مشکلی ما داریم. معمولا ما سعی میکنیم مشکل رو بندازیم گردن طرفه، بگید مقابل. این جمله یادتون باشه که هر موقع یکی گفت مقصر تویی، یعنی 3 برابر کیه؟ خودمم. مقصر تویی 3 برابر خودمم. چرا کنکور رد شدی؟ سوالا خیلی اینا بی انصافن. خب اینا که قبول شدن چی؟ حالا اونا شاید لو رفته سوالا. این خیلی جالب. یعنی مقصر چرا معدلت پایینه با این زندگی که ما داریم، با این پدر مادر من؟ چرا تو خونه خانم کلت تو تلگرامه؟ میگه شوهرم همش دیر میاد این ور اون وره. خب من چیکار کنم؟ بیکار شدم رفتم سراغ تلگرام. چرا مشکل میندازی گردن یکی دیگه؟ من چه تغییری باید بکنم؟ تغییر رو باید از خودمون شروع کنیم، حتی اگر طرف مقابل ما تصمیم به تغییر نگیرد. اینو من بارها تست کردم، برام هم جالب بوده. مثلا به یه زوجی گفتم آقا تغییر رو شروع کنید. مثلا یکیشون می اومده مشاوره، یکی دیگه نمی اومده. بهش تمریناتی دادم، گفتم برو شروع کن تغییر رو. رفته 2 هفته گذشته، 1 ماه گذشته، اومده میگم چطور بود؟ میگه خیلی زندگی عالی بود. من این کارایی که کردم استرسم کمتر شده، درگیریای تو خونه کم شده، خیلی آرامم. ولی دیگه نمیخوام ادامه بدم. میگم برای چی؟ میگه خب چرا همش من تغییر کنم؟ یکم باید او تغییر کنه. میگم خب یه ما تو آروم بودی که؟ میگه آره آروم بودم، واقعا هم آروم بودم، خیلی شبا خواب راحتی داشتم، بچه‌ها خیلی راحت بودن، ولی چرا من از خود گذشتگی داشته باشم؟ حالا نوبتونه. این غلطه بابا. تو خودت حداقل آرام باش، تو خودت از زندگی لذت ببر. قاعده سوم اینه که تغییر رو از خودمون شروع میکنیم و قاعده 4 اینه که تغییر رو از همین الان شروع میکنیم. کار شیطان این است که تغییر رو به آینده پاس بده. لذا توبه واجب فوری است. اگه یک کسی چشچرونه نگه من بعدم میخوام آدم شما، همین الان. اگر کسی تو تلگرام درگیر کانال‌ها و گروه‌هایی است که عکس‌های ناسالم می‌بینه، بگه دیگه انشالله ماه رمضان بیاد من تصمیم میگیرم پاکش کنم. ماه رمضان اومده پاک نکرده، میگیم چرا پاک نکردی؟ میگه دیگه انشالله گذاشتم برای شبای قدر. شبای قدرم میاد این پاک نمیکنه، خیالتون جمع. میگه نه دیگه بذار ماه رمضان که داره تمام میشه دیگه قول میدم بعد ماه رمضان. ماه رمضان هم که تمام میشه میگه حالا واسه ماه رمضان سال بعد. یکی از حربه‌های شیطان این است که کار رو به تأخیر میندازه، تغییر رو به تأخیر میندازه. من همین امشب میخوام تصمیم بگیرم یه فرزند خوبی برای پدر مادرم باشم. من همین الان میخوام تصمیم بگیرم یه همسر خوبی باشم برای همسرم، برای شوهرم، برای زنم. میخوام تصمیم بگیرم یه پدر خوبی باشم برای پسرم، برای دخترم، یه مادر خوبی باشم برای پسرم، برای دخترم. همین امشب میخوام تصمیم بگیرم رابطه عاطفی رو تو زندگی گرمترش کنم. این اختیار و تصمیم دست ماست. اگر به تأخیرم بندازید شما ضرر کردید.
معمولا چند گروه تغییر رو به تأخیر میندازن. یکی وسواسی‌ها، اصلا کسانی که وسواسی دارن، چه وسواس فکری دارن چه وسواس عملی. معمولا آدمای معتاد میگیم که ترک کن، میگه دیگه انشاءالله. از کی شروع میکنم شما بگید؟ از شنبه دیگه انشاءالله شروع میکنم. این شنبه که بیاد دیگه جدا میذارم کنار. حالا 20 ساله میخواد این شنبه تمام بذاره کنار. من یه موردی داشتم، ایشون معتاد بود، بعد خودش قبول نمیکرد، به زور آورده بودنش، یعنی دیگه تحت این که زنش میخواست بذاره بره و بچه‌ها میخواستن رهاش کنن اومده بود. گفت اینا خیلی سخت گیری میکنن آقای صادقیان. گفتم برای چی؟ گفت من 20 ساله دارم میکشم هنوز معتاد نشدم. خب 20 ساله تو معتادی، سر خودت داری کلا میذاری. گفت نه من هر موقع اراده کنم میذارم کنار، هنوز اراده نکردم. گفتم خب کاری نداره که امروز چند شنبه است، همین الان اراده میکنیم، هفته آینده این موقع خودمون همدیگر ببینیم. گفت نه خب هنوز تصمیم نگرفتم. نمیدونم به شما گفتم یا نه، یه خانومی گذاشته بود رفته بود از خونه، اومد جای ما، یعنی آوردنش بنده خدا رو، یه 2 تا بچه داشت، بچه رو برداشته بود برده بود، یه بچه هم تو خونه گذاشته بود. شوهر معتاد بود، پسر جوانم بود ولی درگیر اعتیاد شده بود. چند روز پیش هم وزیر ارشاد، وزیر کشور آماری رو که برای جدایی داد، آمار بالاش مال اعتیاد بود، یعنی بیشترین آمار جدایی مال این اتفاق شوم تو کشور ماست به نام اعتیاد. حاشیه شهر در برخی از استانها واقعا اعتیاد کمر شکن شده. من چند روز پیش با یه جوانی صحبت میکردم، معتاد بود، به قرص معتاد بود. گفت قبلا یه ماده دیگه مصرف میکرده، ماده رو گذاشته بود کنار، قرص مصرف میکرد، خیلی هم بدتر قرص مصرفش. گفتم چرا به این ماده؟ گفت خب قبلا مثلا 5 تا میدادم اونو میگرفتم، برای 2-3 روزم بود، الان 5 تا از این قرص میگیرم تا 1 ماه بسمه. 5 تومن 1 ماه درگیر میشه. علائم آدم معتاد 20 تاست. اگر یه شبی وقت کنم 20 تا موردش رو بهتون بگم، عکساش هم ببینید چقدر صدمه زده تو کشور ما این اعتیاد. کار ندارم. این خانم گفتش که من به شوهرم 2 ماه وقت دادم، پدر و برادرش هم قول دادن که 2 ماه ترکش بدن، بعد از 2 ماه ببینیم چی میشه. یه گذشت مدتی این خانم اومد و گفتش که منو یادتونه؟ گفتم آره گذشته بودی رفته بودی. گفت شوهرم آوردم، ببینیم ترک کرده یا نه. کار سخت، حالا ما باید ببینیم ترک کرده یا نه. البته یه گردایی داریم یواش میگیم، ضبطم میکنن. اینا رو اگر توی لیوان یک آدم معتاد بریزیم و حلش کنیم و بهش بدیم بخوره، اگر مصرف کرده باشه تو چند روز گذشته حالت تشنج میگیره. برخی از کسایی که دستی در آتش دارن، برای چک کنن دامادش و خواستگاری چیزی رو، به این مراکز آزمایشی که دختر پسرها رو میبرن اکتفا نمیکنن، چون این مراکز آزمایش 2-3 تا کار انجام بدی اگر مصرفاً کرده باشی نشون نمیده، که بهتون یاد نمیدم، دم درم نپرسید نمیگم. ضمن این که بعضیا رو من شنیدم پسر معتاد بود، از این آزمایش رد شده بود. گفتم تو چطور رد شدی؟ گفت 5 تا دادم یکی دیگه رفته به جای من آزمایش داده. اینم داریمش، ولی خب 1-2-3 تا کار دیگه انجام میدن که نشون نمیده. کار ندارم. این بنده خدا اومد نشست تو اتاق ما و من کمی باهاش صحبت کردم، دیدم نه این همین الانم توپ داز اینجا نشسته. گفتم که تو زدی؟ گفت نه. گفتم حالا که به خانومت نمیگیم محرمانه است؟ گفت آره واقعا آدم که نمیشه یه دفعگی بذاره کنار، من یواش یواش دارم میذارم کنار. اینم حربه شیطانه، یه دفعگی نمیشه گذاشت کنار. خیلی باور کنید بزرگواری که دارید سخن منو گوش میکنید، ما با هم دیگه نزدیک 45 دقیقه 50 دقیقه برای مضرات اعتیاد صحبت کردیم. این مرد گریه کرد که من دیگه جدا میذارم کنار، زنمو دارم از دست میدم، زندگیمو از دست میدم، بچه‌هام دارن از بین میرن، جدا میذارم کنار. احتمالاً ایام محرم هم بود، گفتم خب دیگه حسینی با هم دیگه اصلا بذاریم کنار دیگه، تمام. گفت جدا میذارم کنار، از فردا صبح. گفتم چرا فردا صبح؟ گفت یه ذره خونه دارم بزنم دیگه تمامه. آیون من چجوری باید بگم، ولی چاره ای ندارم میگم. همانطور که یک آدمی که دیابت دارد با دیابت از دنیا میره، هپاتیت داره با هپاتیت از دنیا میره، برخی از پزشکان معتقدن، کسی که تو اعتیاد کار کردن، کسی که اعتیاد دارد با اعتیاد از دنیا میره. اعتیاد ترک کردنی نیست. این غلط این کلینیکایی که نوشته ترک اعتیاد 1 هفته، دروغ محضه.
آره یه هفته سمزدایی میکنی، تو اگه میتونی روان این رو پاک کنی. لذا 15 سال پاکه. وقتی خودشو معرفی میکنه میگه من داریوش معتاد. 15 سال پاکه. من داریوش معتاد 15 سال و 6 ماه و 4 روز و 3 ساعت تونستم خودم نگه دارم آلوده نشم. این سادگی نیستش. کلاه گذاشتن سر جوانای ما با انواع و اقسام کاری که انجام دادن. اینم از اون حربه های دشمن بود برای جوان ایرانی و جوان آسیایی. البته دامن خود اروپایی ها هم گرفته. یعنی ما آمار توی انگلیس هم فراوان داریم، توی فرانسه هم فراوان داریم موضوع اعتیاد، توی امریکا که دیگه قوقا داره میکنه اعتیاد، یعنی دامن اینها رو هم گرفت. در صورت قدرت تغییر، همه ما قادر به تغییر هستیم. تغییر رو از خودمون شروع میکنیم، تغییر رو همین الان شروع میکنیم، تغییر رو نیاز به تغییر داریم. این 4 گامی است که ما باید برای زندگی مشترک برداریم. این 4 گامو که برداشتیم میرسیم به این که حالا نقش زن و نقش مرد در خونه چیست. من یک بار دیگه بحث رو جمع‌بندی کنم. امشب ببینیم ما هم دیگه چی اومدیم جلو. گفتیم که ازدواج جزء لاینفک زندگی ماست. بله. گفتیم که ما با ازدواج به آرامش میرسیم. بله. صمیمیت در بین زوجین لازم است. گفتیم درسته. گفتیم که هر کدوم از اعضای خانواده، زن، مرد و فرزندان مقام خلیفت اللهی بر زمین دارند. هر کدومشون جدا باید بندگی خدا بکنن. پس کسی نباید بار مسئولیت رو به دوش دیگری بندازه. هر کدومشون جدا در پیشگاه الهی مسئولند. هر کدومشون جدا تو قبر باید جواب بدن، تو برزخ و تو قیامت باید خودشون پاسخگو باشن، در صحرای محشر خودشون باید پاسخگو باشن. هر کدوم جدا انسانند و دارای مقام انسانیت و پاسخی جدا. بعد گفتیم وارد عرصه خانواده که خواسته بشیم ما 3 ویژگی برجسته داریم. قدرت تعقل، بعد از قدرت تعقل قدرت تصمیم گیری، تو قدرت تصمیم گیری بعد میریم سراغ قدرت تغییر. این 3 ویژگی بود. با این 3 ویژگی چیزی به نام این که من نمیتوانم وجود ندارد. اتفاقا عکسایی که من اینجا انتخاب کردم و معمولا برای دانشجوها این رو نشون میدم همین چیزی که شما دارید میبینید. دختری و یه آقایی که جفتشون معلولن، پا ندارن، دست هم نداره دختره، یعنی نه دست داره نه پا. تو مسابقه 2 میدانی شرکت کرده. این یعنی چی؟ یعنی انسان‌ها بن‌بست ندارن. یعنی اجازه نداری افسرده بشی، در رو خودت ببندی، یه جا بشینی بگی من نمیتونم. اجازه نداری بگی با این پدرم، با این مادرم، با این شوهرم، با این زنم. اینا غلطه. قدرتی که خداوند در وجود تو گذاشته مافوق این هاست. خودتو دست کم نگیر. تو الان اوضاع اقتصادی الان که برخی از جوان‌ها از کار یه مقداری فاصله میگیرند، مراقب باشید. تو همین بازاری که فکر میکنیم که کار گیر نمیاد، چندین نفر شما پیدا میکنید و گروه‌های زیاد که چند تا کار دارند. باید دل بزنی به دریا شروع کنی کار کردن و کار رو پیدا کردن. قدرت تغییرم خدمتتون عرض کردم. امشب شب تصمیمات بزرگ بذارید باشه تو زندگی ما. یه لحظه من مکس میکنم، شما با من ورود پیدا کنید، ببینید چه تصمیمی است باید تو زندگی بگیریم که زندگی ما زندگی قشنگی بشه. یعنی الان که دارید سخن منو گوش میکنید، چند لحظه بعد اگر من ازتون بپرسم، شما باید بگید من این 5 تصمیم قشنگ رو برای زندگیم گرفتم. تو ارتباطم با خدا چیکار کنم که رشد پیدا کنم؟ تو ارتباطم با خودم چیکار کنم؟ تو ارتباطم با همسرم، تو ارتباطم با فرزندم، تو ارتباطم با دیگران. برای هر کدوم اینا چند تصمیم قشنگ بگیرید که تو زندگی یک گام رو به جلو برداریم. انشالله به لطف الهی با هم دیگه شروع کنید. یه لحظه فکر کنید، از قدرت تفکر و تعقلتون به زیبایی استفاده کنید، از قدرت تصمیم گیریتون استفاده کنید. ببینید کسی هست قراره ببخشیدش؟ ببینید کاری هست تو مباحث اعتقادی کم گذاشتید، قراره که تقویتش کنید. ببینید که تو رابطه با همسر چه کاری میتونید انجام بدید یه قدم جلوتر برید. تو ارتباط با فرزند چی کار میتونم بکنم با فرزندم صمیمیتر بشم. تو تربیتش در این عصری که اینقدر کار تربیت کار سختی شده، من چی کار کنم که بیشتر رشد کنم. اینا تصمیم لازم داره دیگه، درسته؟ تصمیماتتون رو بگیرید. تو اخلاقیات آیا من یک آدم انعطاف پذیری هستم؟ آیا من یک آدم انتقاد پذیریم؟ اگر همسرم از من انتقاد کنه آیا قبول میکنم یا یه 2 ماه قهر میکنم به خاطر اینکه چرا از من انتقاد کردی؟
آیا آدم خوش اخلاقیم؟ آیا در مواجهه با همسرم من ابراز محبت بلدم؟ آیا اگر دختر دارم دخترم رو به اندازه‌ای که دختر است بهش محبت کردم؟ پسرم رو به اندازه‌ای که پسر است بهش رسیدگی کردم؟ آیا برای فرزندم دارم وقت میذارم به اندازه کافی؟ بچه‌تون تو خونه است دارید براش وقت میذارید؟ اینا سوالات مهمی است که باید بهش جواب داد. نباید بهش پرداخت. من جمعه خدمتتون عرض کردم این وقت گذاشتن رو، همین رو بگم و بحثمون رو جمع کنیم. تو مرکز مشاوره بچه‌ای رو آوردن، پرخاشگر بود. معمولا وقتی والدین بچه‌ای رو میارن بچه مشکل داره میگن ببین بچه‌مو چی شده. معمولا نمیگن که مقصر خودمم. قریب به اتفاق اینا مقصر خود والدینم. گفتم خدمتتون این بچه رو فرستادم بیرون، گفتم نقاشی بکشه بیاد. نقاشی کشید و برد، دیدم که عکس خودشو کشیده، مادر جونشو کشیده و چند تا حیوان و یه خونه و اینا. خیلی هم سریع اومد. یه دفعه برگه دیگه بهش دادم، گفتم برو یه نقاشی دیگه بکش کمی طولانی‌تر، خیلی زود نه، یا بچه زرنگی بود. رفت و اومد دو مرتبه نقاشی کشید، باز دیدم خودشو کشیده و چند تا حیوان کشیده و چند تا همین پرنده و مرنده و اینا. گفتم که کو بابا؟ گفت بابا سر کاره. این تو دو تا نقاشی بابا وجود ارتباط مؤثر نیست. از برخی از پدرهای بزرگوارم از سر کار که میان جدا شدنشون از تلویزیون و کنترل تلویزیون فوق العاده کاره مشکلی است، چسبیده است به کنترل تلویزیون. اون رو یه موقع کرد به قول که بچه‌ها جوونی بود میگفتش که گفتم پدرت؟ گفت من پدر ندارم. گفتم چرا؟ من خبر دارم تو بابا داری. گفت نه من بابام میره بازاریه، صبح که میره که من میرم سر کار که میرم کلاس که او خوابه، بعدشون میره سر کار. من که میام که اون هنوز نیومده، ما وقتی هم که میاد توی مبری فرو میره، فقط هم شبکه عوض میکنه. و میگه کسی سر به سر من نذاره، من فقط میتونم شکمتون رو پر کنم. یعنی به این پدری که فقط شکم پر میکنه، یعنی به عقل شما من کاری ندارم، به ایمان شما کاری، به عاطفه شما کاری ندارم، من فقط میتونم شکمتون رو پر. تازه خیلی هم خداتون رو خیلی هم بامزه است، میگه خیلی هم خدا رو شکر کنید، منت هم میذاره، کاری نیستش که. آن چیزی که بیشتر بچه‌های ما نیاز دارند، تو همین یک از این پاسگاه‌ها یه دختری اغفال شده بود، تفلکی و درگیر شده بود، در یه جلسه مختلطی گرفته بودنش، پدرش رو زنگ زده بودن بیاد ببرش. دختر گریه میکرد، بابای داد میزد که ببین چه آبروی منو بردی، من چی برات کم گذاشتم، چی میخواستی دیگه برات نگرفتم، تو بهترین خونه نشستی، بهترین مدرسه داری میری، بهترین لباسا رو داری، بهترین کامپیوتر داری، بهترین گوشی رو داری. بعد بچه یه جمله گفت، دخترم اونطور که گریه میکرد یه جمله جالبی گفت همه اینا رو دارم بابا ندارم. خیلی جمله درستی گفتش. در این حالی که گریه میکرد و آبروی خانواده رفته شده بود، گفت همه اینا رو دارم ولی بابا. امشب رو بذارید و این لحظه رو بذارید لحظه تغییر و تصمیمات بزرگ توی زندگی. سخنم تمام. فردا شب انشالله میریم سراغ خلقت انسان. زن جلوه جمال الهی است و مرد جلوه جلال الهی، انشالله به فضل الهی. فردا شب اگر عمری باقی بود این قسمت رو ادامه میدیم با همدیگه. صلواتی تقدیم بفرمایید. محمد جل فرج. ماه مبارک رمضان بنا به روایت پیامبر این گونه است که خداوند درهای جهنم رو در این ماه میبنده و درهای بهشت رو باز میکنه. لذا روایت هم این گونه میگه که از خدا بخواید درهای جهنم به روی ما بسته باشد برای همیشه و در بهشت رو به ما باز باشه برای همیشه. یکی دیگه از اتفاقات این ماه اینه که خداوند توبه رو قبول میکنه. توبوا الی الله، فرمود توبه کنید از گناهاتون در این ماه. به طور کل شبهای جمعه از غروب تا سحر جمعه منادی ندا میزنه آیا گناهکاری هست بیاد من گناهاشو ببخشم؟ آیا قرضداری هست بیاد من قرضشو ادا کنم؟ آیا بیماری هست من بهش شفا بدم؟ آیا گرفتاری هست من گرفتاریشو رفع کنم؟ منادی از سر شب تا سحر فریاد میزنه از طرف خداوند. آیا کسی هست برای خونه خدا حاجتی داشته باشه؟ این تو طول ساله، استثناءً شبای ماه مبارک رمضان دیگه استثناست.
و این اوج بیشتر. لذا میرزا جواد آقای ملکی تبریزی توی کتاب لقاء اللهش اینجا که میرسه تازیانه رو به نفس میزنه، میگه ای نفس بیچاره. اگر جمله مال ایشون نبود من نمیگفتم، یه جرئت نمیکردم من اینجوری حرف بزنم. میگه ای نفس بیچاره، خداوند تو، خالق تو رو صدا زده بیا من گرفتاری تو برطرف کنم، تو راحت گرفتی، آرمیدی و اصلا به این ندای آسمانی پاسخ نمیدی، یعنی نیازی به خدا نداری. بعد اعلام کنیم خدایا سر تا به پا به تو نیازمندیم. خدایا لحظه لحظه این ماه که داره میگذره ما امیدمون اینه که نامه عملمون رو از تمام گناهان آری کنی. نه آری، چون شب جمعه است من به شما میگم زرنگ باشید، از خدا این رو بخواید یبدل الله سیئاتهم حسنات. خدایا نه تنها گناهامو پاک میکنی بلکه گناهامو تبدیل به حسنات کن. نه تنها عملهامو اصلاح میکنی، گذشته منو نادیده میگیری، بلکه این توبه‌مو یه عبادتی فرض کن که من اوج بگیرم در خونه تو بیام بالا. این لحظات و این ثانیه ها لحظه مناجات به خداست. تو این ماه تسبیح از دستتون نیفته، صلوات شما از دستتون نیفته، مدام در حال ذکر باشید، ثانیه ها رو نذارید بگذره، مدام در حال استغفار باشید. استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. چرا که پیامبر فرمود که اعمال ما به خاطر گناهمون در رهنه، با استغفار آزادش کنید، فک رهن کنید، سجده طولانی، بار گناه رو از رو دوشمون برداریم. این شبها شب این مناجات با خداست. و یکی از اتفاقات امشبم که دیگه اجازه بدید من این کار رو بگم و نه حیف ازش بگذریم، زیارت حسین ابن علی علیه السلام است. امشبم شب زیارت امام حسینه، شب جمعه اول ماه مبارک رمضان، شب زیارت امام حسین. فقط یه سلام بدیم من دعاتون کنم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اونایی که رفتید کربلا با هم دیگه بریم حرم امام حسین، قدم گذاشتی تو حرم امام حسین، نگاه کن به ضریح ششگوش حسین ابن علی علیه السلام.